حضرت پیغمبر فرمود 3 گناه هست که در دنیا عقوبت می شود، یعنی هر کسی که این 3 گناه رو مرتکب بشه در همین دنیا کیفرش رو می بینه. یک، فرمود عقوق الوالدین، کسی که عاق والدین باشد، یعنی پدر مادرش از اون ناراضی باشه، خداوند او رو در این دنیا کیفر میکنه. پس بنابراین تلاش کنیم در دنیا عاق والدین نشویم. 2، فرمود البغی علی الناس، ظلم و بدی با مردم. یکی از گناهانی که بسیار 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 خطرناک و بد هست ظلم هست. حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که یک حکومت کفر با کفر میتواند تداوم پیدا کنه ولی با ظلم تداوم پیدا نمیکنه. 3، حضرت می‌فرماید که و کفر و نعمه، ناشکری و ناسپاسی در مقابل نعمت‌های خدا، در مقابل نعمت‌ها و زحمات و خدماتی که پدر و مادر انجام می‌دهد، هم انسان اگر خدای نکرده ناسپاسی بکند، خدای متعال اونها را عذاب میکنه، در همین دنیا طعم عذابش رو میچشد، چه برسه به آخرت.